همه ساله چو آید عید نوروز، شویم آماده تجدید نوروز. جهان نوروز شد عید کیانی، مبارک باد نوروز جهانی. رمزهای نوروزی بیانگر آرزوهای ماست. انسان همیشه با آرزوهای نیک عمر به سر میبرد. نیکترین آرزو آن است که در آغوش جشن سال نو تمنای رسیدن به سال دیگر را بکنی. آمد بهار ای دوستان، منزل سوی بستان کنیم، تا بخت در رو خفته را چون بخت سروستان کنیم. آمد بهاری عاشقان تا خاکدان بستان شود، هم سنگ لعلی کان شود، هم جسم جمله جان شود. در حقیقت امروز در فضای کشور عزیز ما و شهر عزیز ما، شهر وحدت، تنتنه‌های نوروزی ادامه دارد. نوروز در حقیقت جشن ملی نیاگان ما بوده. با آیین‌ها و سنت‌های خود همیشه در هر یک خاندان من گمان میکنم که در همه را میکوبد و به مردم میگوید که ای مردم دانید که بهار آمد، نوروز آمد. یکی از آیین‌های نوروزی این آراستن خان هفت سین و هفت شین است که اینجا امروز ما آموزگاران و متصدیان کالج طبی شهر وحدت آراسته ایم. البته هر یک بهار، از هر یک بهار مردم یک امید و یک آرزو دارد. ما نیز از این بهاری که می آید، از این نوروزی که می آید، از آن شادیم که نوروز ما نوروز جهانی گردیده است. ما آرزو میکنیم که سال نو سال فراوانی شود، سال خیر و سال ارزانی شود. ای مردم، نوروز شد، نوروز شد، نوروز عالم افروز شد. ای مردم، بهار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. بچه ها بیایید به صحرا به گلچینی. بیا نوروز با حسن بهارم، زی آمدی تو بیقرارم. بیا نخل امیدم غرق گل کن، که پرگردد از آن دامان یارم. نوروز مبارک هموطنان عزیز. پرواز سخن اینجاست، گلهای وطن اینجاست. شیرم به شرار آمد، نوروز مبارک باد. از تفت زمین شادم، از شمس چه آبادم. سرما به فرار آمد، نوروز مبارک باد. السلام ای مردمی با شرف و با ننگ و عار، مردمی وحدت دیار. بله من بهارم، بهاری سبز دامان، بهاری گلریز و گلفشان، بهاری 34مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان، بهاری سالی پر از عزم و تلاش ها، پر از مهر و وفا، وحدت و صلح و صفا، بهاری با فیض و سخا. جشن گل در چمن نوروز است. تاجیکستان وطن نوروز است.
با آموزگاران کالجی آموزگاری و سیاحی در شهر وحدت با قطار دیگران در صحنه نوروزگاه جمع آمدن نوروز رو با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته ایستاده و مردم سربلندی تاجیکستان عزیز رو با روز نوروز مبارکباد میگویم. بیشتر که میدونیم امروز ما با تشبث و اقدام‌های نیکبینانه و دورنمای سرور معظم کشور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نیاگان ما عید نوروز مقام بین المللی گرفت و با جشن گرفتن این عید بین المللی چطوری که طبیعت از نو احیا می شود عنعنه‌های ملی ما نیز بیدار می شوند و در میان دیگر هنرها دیگر عنعنه‌های نیاگان یکی از بسیار وسیع پهن شده میان مردم این هم رشد ورزش از نمودهای ملی است که امروز با حکم عنعنه در آمده است. از جمله گذراندن گشتینگیری که همه ساله در آستانه جشن نوروز در سراسر کشور متنتن جشن گرفته می شود. در همین زمینه برگزاری فستیوال بازی های ملی، لانکا بازی، دستخوابانی، بیجل بازی، گیر برداری، اسب تازی، دیگر نمودهای ملی به حکم عنعنه در آمده است و ما اطمینان کامل داریم که با مشغول شدن به عنعنه‌های نیاگان بخصوص به ساحه ورزش جوانان کشور ما می توانند که نام ملت و نام دولت را در عرصه جهانی آنچنانی که سرور معظم کشورمان سرور تاجیکان جهان کشورمان را معرفی کرده است ما نیز ورزشگران معرفی کرده توانیم. از تاریخ نیاگانمان برمی آید که با احیا شدن طبیعت یعنی پس از خواب زمستانه بیدار شدن طبیعت عنعنه‌های نیاگان ما نیز رشد میکند و همین بازی‌های ملی ورزشی نیز به خاطر آن است که نسل نورس نسل جوان بعد از احیا شدن طبیعت به شغل ورزش به حرکت‌های جسمانی مشغول گردیده جسمان و روحان آب و تاب یابند و در برابر این در تشکل طرز حیات سالم سهم ناگزیر داشته باشند.
میبینیم بیننده عزیز در بزمگاه نوروز شهر وحدت در هر گوشه هنرهای دستی به نمایش گذاشته شدند. چگونه که میبینید گل دختران شهر وحدت اینجا با بافندگی مثلا زرگری دوزندگی مشغول هستند. خب همین هنر را شما از کجا آموختید و امروز چگونه است همون روند آموزش شما؟ چنانه که همگان ما میدونیم بافندگی یکی از هنرهای قدیمی ملی ما به شمار می رود که یاد گرفتن و آموختن این برای هر یک دختر تاجیک ما این حتمی است. این هنر قدیمه رو من از مادرم و از اپم آموختم که امروز در بیشتری از هنرهای مردمی دیده می شود و افتخار از آن دارم که پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان این هنرها را یکی از هنرهای قدیمی شماریده امروز آموختن آن را برای ما جوانان در بیشتری از سمت‌های کشور فراوان کرده است، یعنی که تشکیل داده است و شکرگزارم که در چنین دولت استقلال زندگی میکنیم و هنرهای ما از جانب پیشوای معظم ملت قدردانی کرده می شود. من آموزگار فنی حقوق از کالج آمار می باشم و در آنجا فعالیت می نمایم و همچون یک آموزگار جوان امروز فخر دارم که در چنین دولت صاحب استقلال زندگانی می کنیم و امروز خواستم که برای دانشجویان کالج آمار شهر وحدت هنر آموخته خود را آموزانم. انانه‌های نوروزی در قطار دسترخوان افشین و افشین مرد زنها امروز دلده میپزند، سمنک میپزند و همچنین اشتوپه و دیگر از گل دوزی ها را میکنند و کدام خاطر؟ با آن خاطر که بینه طبیعت از نو احیا میگردد، بوی ریحان و پودینه و نسترن و همون دستگی که ما میمانیم میاندازیم و خوشنودی از آن میکنیم که بعد از روزهای تیره و تاری زمستان باز به روزهای روشن و معطر بهاری رسیده ایم. خاندان هر یکی شما آباد باد. نوروز جهانی را به همه تاجیکستانیان مبارکباد میگویم که در این فصل نوروز همه به مرادهای خواستگیشان برسند که در این دنیای تنجی و امانی ما هزار رحمت به جناب عالی میگویم که ما را هم خیلی دولت تنج و آرام به ما مهیا کرده است. باید همه ما زنها شکر گوییم، همه که در این تاجیکستان زندگی میکنیم شکرگزار باشیم. بعدان ما در این نوروز طعام‌های ملی ما مثال از جمله آشی توپه، بریده و اوماج، سمبوسه علفی، دلده، سومنک، از علف‌های بهاری سومنک ها خوراکات تیار میکنیم و مثال دلده و سمبوسه و همین علف‌های بهاری مثال در فصل بهار چه علف‌هایی که از بهار ما استفاده میبریم همه این علف‌ها به ما فایده بخش است. ما با این هنر زیبای قدیمه سبدبافی مدت زیاد می شود که کار و فعالیت میکنیم، زندگی خوب رو به این میبریم و در تمام چاره‌بینی ها اشتراک میکنیم، علاوه خصوص در این نوروز عالم افروز که با تمام هستیش پیر و جوان رو مفتون خود نموده است ما اشتراک میکنیم. خیلی که میبینید که در اینجا هم هنرمندان هم دهقانان هم رقاصان و تمام هستیشان در این نوروز خرسندی و شادی میکنن. نوروزتان مبارک بشه. در برابر همه هنرهایی که با تکنولوژی و هنرهای ملی هم در برابر اون پیشروی خود دارن که ما هنرمندان رو به نهایت روح بلند میسازد
و دستگیری جناب عالی هم نسبت زنان بهوده نیست که ما زنان ها به نهایت دستگیری خوب می نمایند که ما این هنر خود را رشد دهیم و به فرزندان خود و به دیگران خواهشمندان و یاد دهیم. اصلا این هنر خانگی می باشد. ما در خانه سبب که از درخت سیمچکای درخت تیار میشه، ما بیشتر در خانه تیار میکنیم، بعد به خواهش فرمایشگرا به بازار و به چاره‌بینی ها به هر جایی که فرمایش جان میبریم. آنانهایی که قریب از میان رفتگی بودن، از آن جمله کنده‌کاری، سفالگری، پختن نان و سمنک و با وجود آوردن قدر زحمتکشان از آن جمله دهقانان امروز در نمایش گذاشته شده است. این بسیار یک با مردم یاردم کلان میرساند، چون که آنها علاقه از تحت دین به این بار زیادتر زحمت میکشند. ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد، ای جان و دل دیده نوروز مبارک باد. نوروز عید بین المللی، عید بهار، عید آغاز کشت و کار، عید برار و برکت است، عید پیوند دلها است. بگذار که هر روز در تاجیکستان بیشتاسای ما نوروز باشد. آموزگاران و کارمندان کالج آمار شهر وحدت نیز در چاره‌بینی ادانه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت فعالانه شرکت ورزیده با تیاری و یک روح و الهام بالیده دسترخوان نوروزی گستردند که با هفسین، با هفشین و با خوراک‌های ملی آرا داده شده است. بگذار نوروز عالم افروز ما جهانی شده است و باز هم این یادگار از اجدادان کهن بنیاد ما است، یادگار از اجدادان تمدن آفر ما هست. بگذار که دائما نوروز ما پاینده ماند. هر روز زمان نوروز باد، نوروز زمان فیروز باد. ای سرور ما تو جای در جان باشی، ارزنده ترین مرد به دوران باشی. ای سرور ما تو جای در جان باشی، ارزنده ترین مرد به دوران باشی. تاجی سری خلق تاجیکستان باشی، تاجی سری خلق تاجیکستان